گفتیم گرون بهتره یا ارزون؟ اسخیل بفهمی. آماده ای؟ بفرمایید. روباس چطوری بچه؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره به امیرعلی بریم سراغ بدون از بهترین میستری باکس هایی که من تازه سفارش شدم. اینقدر میستری باکس واقعا میخوایم بریم سراغ آنباکسینگ اینا. فقط یه چیزی بچه، این خیلی بزرگ، اگه من اینو بذارم اینجا اینی کل میز ما رو میگیره. بذار کنار. نفر یه دونه با چش بسته در میاریم ببینیم تو چیه. هم دیگه رو نگاه کنیم. سنگ فکر میکنم هر کی برد اول اون در میاره. من سلطان ستایی ها. من سلطانم. سنگ آقا. یا خوب. بعد تو بردار ببینم. من باید تو. بردار ببینم. اوه چیه؟ دسته است. همونجوری که بهت گفتم این احتمالاً میخوره دست دوم باشه، چون هیچ کاور خاصی نداشت. گفت فروشندش گفت روشن میشه؟ آقا این برای منه. باستی باید بخور. بذارینم باستی میخوره. بچه هر کی در میاریم هر چی بود برای اون یکی میشه. چی داره؟ این یعنی برای من میشه. آره دیگه این منطقه. چقدر سخته. باش خب نکن آقا برای منه. بخ ویدیوهای زیبای منو میبینید؟ کیف میکنید یا نه؟ بچه من کیف میکنید یا نه؟ ببینیم تو چه کیف میکنید یا نه؟ کیف در میاد. بیا من آقا در نگاه بگرد. نگاه واه سیدی بده تو رو بده. از نکن بده. نمیخوام برای خودت بده ببینم. خیلی شانس خوبی داری. برو گم شو. چقدر میارزه؟ 3 تومن. کل چیزایی که میاد 3 میلیون فوره ها فالفین 3 میلیون کل بابا ریل. اینو کلن اگه به خارجی بخوایم حساب کنیم، چرا به خارجی ایرانی حساب جدید بودین؟ خب خدا رو شکر. میستری باکس ایرانی، میستری باکس ایرانیه. خب پس بیاید به ایرانی حساب کنیم. من بالای این 3 میلیون پول دادم. خب از این 3 میلیون به من گفت ممکنه سود کنی، ممکنه ضرر کنی. بیفتی الان یه سی دی پی اس 2021 البته صفحه میروه. من اینو دیروز دیدم قیمت 2,500,000. آه آزمامات رو نگه دار مثلا مقایسه کنی. پشمام چیه؟ پشمام منم ریخ. پشمام چی نوشته اینجا؟ ولی سنوی مغناطیسی. خیلی خفن. مغناطیس یه بورد گیمه. چکرز داره و چیز. یعنی چی؟ یعنی این که هم شطرنج داره هم بازی تخته نرد. آره تخته این به این میگن تخته نرد. اگه میدونید تو کامنت ها بگید چون مدل زیادی هست از اینو. خب این از این یه ویدیو از دور تا دورش هم بگیریم و بریم سراغ آنباکسش. خب رسیدیم به چارت بعدی. اولی و امیرعلی نشون میده. از زیر میز بگیم ازتون نبینم. حالا بیا روی میز نشون بده. چیه؟ لگوه. بده یه دقیقه بده. دیدم خودم. چه لگوه چه؟ لگوه؟ اینک هم داره. بذار بچه ها میبینن صورتشو بگی شما. اینک داره میبینم بچه کنشه شما و این ساعت پشموی من عزیزم. دوربین یه دقیقه بدم تو برو اون ور پشموت جمع.
چه ساعتی ساعت اکتیو تو مارک سامسونگ گلکسی پول دادم. خب آخه بالا مفتی دادم. سامسونگ میفته براتون گلکسی واچ اکتیو تو سامسونگ گلکسی واچ اکتیو تو قیمتش هم میذارم شاید سود خوبی کرده. بریم سراغ آیتم بعدی. بچه این آخریشه. این یه پلی استیشن تو آقا یه لحظه این آخریشه. ببینیم بچه‌ها میبینن ببینیم شورش خیلی که بالایی داره. نه دلقه چه؟ این ببین میخوره کوالیتی بالایی داشته باشه چون کوالیتی دارم. اوکی یه دقیقه وایسا ببینم. اوکی من چه شکلی هم؟ رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده این ارواح مقروق چی داره بود؟ پشمام اینو بده من تو برو عقب پشمام جان مثل شامی نشون بده. واو باشه گایز با آخر ویدیو نزدیک میشیم. همون ارکاده و بریم سریع اینا رو هم بریزیم بیرون. سریع میریزیم بیرون. نگاه نکن سریع بریم. اوه کوبه هشمو کوبه به دست پلیستیشن. اوه لیگو موریو همه رو با دیتیل نشون میدیم حالا بعدا. من کل میخوابونم بچه دو تا ماریو. اینا چیه؟ آنالوگ کشه آنالوگ دوتا ماریو اینم رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده این ارواح. مثل که تا اینجا ویدیو همراه ما بودیم. نه که ساعتی ها فرشینه که زنگور روی آی بزن هر وقت روشون با خوشن.